سلام. توی ویدیو قبلی با بخش اکسپلور GA4 به صورت کلی آشنا شدیم و امروز میخوایم به صورت اختصاصی گزارش فری فرم رو با هم دیگه بررسی کنیم و تو ویدیوهای بعدی با بقیه گزارش ها آشنا میشیم. خب برای اینکه یک گزارش فری فرم بسازید میتونید رو این قسمت کلیک کنید و خودش برامون یه سری پارامترهای آماده گذاشته که حالا این پارامترها شاید به درد ما نخورن و میتونیم حذفشون کنیم. اولین گزارشی که میخوایم بسازیم گزارش لندینگ پیجه. خود GA4 در حال حاضر به صورت پیش‌فرض این گزارش لندینگ پیج رو نداره و ما الان این گزارش رو با هم دیگه می‌سازیم. خب این سگمنت هایی که به صورت پیش‌فرض برای من گذاشته، من اینا رو خب نمیخوام. اینا رو میتونید از اینجا به این صورت حذفشون کنید و سگمنت مورد نظر خودتون رو در واقع تعریف کنید. من این سگمنت ها رو اصلا نمیخوام، هیچ کدوم رو میخوام جای ذره خلوت‌تر بشه. سگمنتی که من میخوام سگمنت آل یوزر هست. این رو تایید میکنم و از اینجا سگمنت آل یوزر رو انتخاب میکنم. حالا بقیه مواردش رو کاری ندارم. برای ساخت گزارش لندینگ پیج باید اطلاعات صفحات رو داشته باشیم. میایم پیج پس رو به عنوان دایمنشن ثبت میکنیم. الان من پیج پس رو میخوام، پیج پس به اضافه کوری استرینگ، این رو به عنوان دایمنشن ثبت میکنیم و کافیه که الان دایمنشن استیتیو داره، من نمیخوامش و من دایمنشن پیج پس رو میخوام. خب میاد و پیج پس های من الان اینجا هستن، اونهایی که نمایش داشتم و حالا متریک های اکتیو یوزرز برای موبایل، برای دسکتاپ، تبلت و حالا توتالش اینجا به من نمایش داده شده. حالا من متریکی که میخوام به اکتیو یوزر نیازی ندارم و من میخوام ایونت کانتو ببینم. برای اینکه یه ذره جدولمون بهتر بشه من دیوایس کاتگوری هم اینجا نمیخوام و صرفا فقط پیج پس رو میخوام و ایونت کانت رو به ازای سگمنت آل یوزر. یه موضوعی که در مورد این گزارش وجود داره اینه که لندینگ پیج، گزارش لندینگ پیج، کلا تعریف لندینگ پیج توی GA4 این هست که اون صفحه اولین صفحه‌ای باشه که کاربر باش روبرو شده، وارد شده. ولی الان ایونت کانت ما در واقع داره کل ایونت هایی که رخ داده رو میشماره توی هر صفحه. ما میخوایم وقتی که میخوایم صرفا وقتی که اون صفحه، اون پیج پس اولین صفحه بوده رو داشته باشیم، تعداد دفعاتی که اون به عنوان لندینگ پیج اون بوده رو داشته باشیم، باید بیایم اینجا توی قسمت متریک و یه فیلتر بزنیم، یه فیلتر ایونت نیم و بگیم فقط ایونتی که نشون دهنده این هست که اون پیج پس اولین لندینگ پیج بوده، اولین صفحه‌ای بوده که کاربردیتش رو بهمون نشون بده، تعدادش رو، که چند بار برای مثلا صفحه اصلی اولین صفحه‌ای بوده که کاربر وارد شده و یعنی اینکه لندینگ پیج ما بوده. میایم و میگیم که اون ایونت رو بشمر که مقدارش برابر سشن استارت. سشن استارت ایونتی هست که در واقع میاد میشمره که چند بار اون صفحه اولین صفحه‌ای بوده که کاربر باش در واقع وارد سایت ما شده. و کافیه که همین فقط تعداد ایونت سشن استارت رو داشته باشیم. این رو اگر اعمال کنیم الان دیگه گزارشی که داریم گزارش در واقع لندینگ پیج هست. یعنی الان داره این دیتا که به من میده این هست که صفحه اصلی من 89 بار در واقع لندینگ پیج بوده. حالا این کتاب ها برای مثال هر کدوم 3 بار لندینگ پیج من بودن. معمولا وقتی که گزارش لندینگ پیج میگیریم قصدمون این هست که ببینیم که کاربر از چه سورس مدیومی وارد این صفحه ما شده. بعضی لینک ها UTM دارن و یه جوری از همون پیج بسش میشه متوجه شد که از چه مسیری، از چه سورس مدیومی وارد سایت ما شدن، ولی خب خیلی هم ندارن. ما الان میایم و یه دایمنشن اضافه میکنیم به دایمنشن هامون به اسم سشن سورس مدیوم که بهمون نشون بده که از کجا آمدن کاربرها. سشن سورس مدیوم، این رو انتخاب میکنیم و اضافهش میکنیم به گزارشم. خب الان برای مثال 54 تا تو صفحه به صورت دایرکت وارد صفحه اصلی من شدن، 12 تا به صورت ارگانیک از طریق گوگل وارد شدن، 10 تا از طریق دیوار یک تانت، 6 تا از طریق
گوگل تگ اسیستنت که در واقع خودم بودم و داره کامل بهم نشون میده که سورس و مدیوم در واقع 2 نفر از طریق چت جی پی تی اومدن. این دیتایی هست که داره به ما میده. حالا میخوام یه تنظیمات رو بهتون نشون بدم. نکنید اینا از همه اینا صفحه اصلیه، خب، ولی هی شما اگه بخوام ببینید مثلا از چه سورس و مدیومی لندینگ پیجتون صفحه اصلی بوده، خب نمیتونید باید هی اسکرول کنید هی ببینید که چجوریه، هیچ چیز فیلتری نداره. ولی یه گزینه اینجا هست به اسم نستد روز. اگر این رو بزنید براتون گروه بندی میکنه. یعنی مثلا نگاه از صفحه اصلی من اینجا دیگه داره گروه بندی میشه. این خیلی کمک کننده است و اینجا دارین میبینید تمام سورس و مدیوم هایی که لندینگ پیجشون صفحه اصلی بوده. این از گزارش لندینگ پیج. برای گزارش بعدی میخوایم بریم و گزارش سایت سرچ رو بررسی کنیم. بریم برای گزارش سایت سرچ رو بسازیم. من یه اسم کلی برای این ریپورت میذارم. حالا خودش گذاشته فری فرم، من میذارم تست 1 در ادامهش که تست. خب و اینکه برای گزارش جدیدم یه تب جدید باز میکنم. برای این میتونم اسمش رو تغییر بدم و برای مثال بذارم لندینگ پیج و برای این گزارش جدید یه دوباره فری فرم جدید میسازم و اسمش رو برای مثال میذارم سایت سرچ. سایت سرچ. خب گزارش سایت سرچ برای این استفاده میکنیم که ببینیم کاربرها توی سایت ما چه چیزایی سرچ کردن و اینکه رفتار کاربرها بعد از اون سرچ ها توی سایت ما چطور بوده. بریم این گزارش رو بسازیم. برای ساخت گزارش سایت سرچ من به دایمنشن سرچ ترم نیاز دارم. بریم اینجا و دایمنشن سرچ ترم رو اینجا فعال کنیم و به دایمنشنمون ادش کنیم. دایمنشنمون زیاد شدن. خب اینم از این دایمنشن سرچ و به یه متریک نیاز دارم. متریکی هم که میخوام قرار بدم متریک ایونت کانت هست. دوباره که روش کلیک کنیم متریکتون رو قرار میده. الان به قاعدتا ما دیتا ببینیم اینجا چون هم دایمنشن هم متریک رو اد کردیم. خب دیتا رو داریم میبینیم. فقط یه اتفاقی که افتاده اینجا میبینید یه در واقع ردیف بلنک هست توی قسمت سرچ ترم و 2292 تا ایونت هم براش شمرده شده. موردی که اینجا وجود داره ما باز داریم کل ایونت های موجود توی سایت رو میشماریم اینجا و مشخص نکردیم دقیقا فیلتر نکردیم که چه ایونتی مورد نظرمون هست. بریم و اینجا از قسمت فیلتری که وجود داره ایونت نیم رو انتخاب کنیم و ایونت نیم در واقع اینکه بخوام ببینیم که چند بار این سرچ ها سرچ شدن. سرچ رو اگه بزنیم یه ایونتی داریم ویو سرچ ریزالت و من میخوام که ایونت نیمم در واقع برابر با ویو سرچ ریزالت باشه که بهم نشون بده که هر کدوم از این سرچ ها چند بار سرچ شدن. این رو من اپلای میکنم و منتظر میمونم که دیتا رو بهم نشون بده. خب بله ما کلا 14 تا سرچ توی سایت داشتیم. 14 بار سرچ انجام شده توی سایت و مواردی که سرچ شده اینها هستن. بذارین من تعداد ردیف هامم بیشتر از این مورد بکنم. خب و اینجا داریم کل دیتا رو. این هم از گزارش سایت سرچ بود. حالا میتونید بسته به داده هایی که نیاز دارین دایمنشن ها و متریک های دیگه هم اضافه کنید. برای مثال میتونید دیوایس کاتگوری هم اضافه کنین تا ببینین که بیشتر سرچ ها توی چه دیوایس هایی انجام شده. تمام سرچ ها توی موبایل بوده اکثرا و یه تعدادی هم توی دسکتاپ. این هم باز دیتای جالبی بهتون میده. یا حتی کانورژن ها چه افرادی بعد از انجام این سرچ در واقع کانورژن و اون گل مورد نظر شما رو انجام دادن. اگه کانورژنی تعریف کردین میتونید اون رو هم اینجا اضافه کنید که ببینید که کدوم یکی از این سرچ ها بیشترین کانورژن رو براتون آورده. ممنون که همراه ما بودید. توی ویدیو بعدی در مورد فانل ها میخوایم صحبت کنیم. موفق باشین. خدا نگهدار.